سلام علیکم برادرای عزیز. بیا همون سالهای 91 پیش رو میاریم و چی گپای چی کارهای در مردم تاجیکستان بود، همه اینها را عفو کردن، همه ما را بخشیدن. در ناحیه آنان قریب 3000 مردم کلاب زندگی میکنن. همه یارو برادرای خیلی خطاگی های طرف ما شدگی گذشتگی های خیلی ممکن در یه حالت هایی بود که ما اندر نسترینیومون نبود یا یکون خیلی آدمی های بیگناه در دنیا خداوند های. برای همه ای شما منظرت میپوسیم، خیلی گناه یه باره خدا میبخشه. چی گپای چی کارهای در مردم تاجیکستان بود، همه اینها را عفو کردن، همه ما را بخشیدن. در ناحیه آنان قریب 3000 مردم کلاب زندگی میکنن. همه یارو برادرای خیلی خطاگی های طرف ما شدگی گذشتگی های خیلی ممکن در یه حالت هایی بود که ما اندر سلام علیکم برادرای عزیز. بیا همون سالهای 91 پیش رو میاریم و نسترینیومون نبود یا یکون خیلی آدمی های بیگناه در دنیا خداوند های.